سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر جدید ژاپن در کابل، اشتراک مولوی سعدالله بلوچ سرپرست سفارت افغانستان در جاکارتا در مراسم به مناسبت میراج نبی، بعد از کم 21 کشته در نتیجه برخورد دو قطار مسافربری در جنوب اسپانیا. امروز دوشنبه 29 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با کینیچی ماساماتو سفیر جدید ژاپن در کابل دیدار کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که دو طرف در این دیدار در مورد کمک‌ها و همکاری‌های ژاپن با افغانستان گفتگو کردند. کینیچی ماساماتو در این دیدار گفته که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا سال گذشته توکیو 550 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه را از طریق نهادهای سازمان ملل در زمینه‌های مهاجران، کشت بدیل، صحت، آبرسانی و برخی زمینه‌های دیگر با افغانستان ارائه کرده است. سفیر جدید ژاپن در کابل ضمن بیان این که توکیو به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد، خواستار ایجاد نمایندگی دیپلماتیک ژاپن در کابل شد و گفت که کشورش بسته 19.5 میلیون دلاری را برای ادامه کمک‌هایش به افغان‌ها تصویب کرده که این بسته در بخش‌های بشردوستانه از جمله مهاجران به مصرف خواهد رسید. مولوی سعدالله بلوچ سرپرست سفارت افغانستان در جاکارتا در مراسمی که از سوی وزارت امور دینی اندونزیا به مناسبت میراج پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار شده بود اشتراک کرد. سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید که در این مراسم در مورد ارزش‌های نماز، تقویت اخلاق اجتماعی، مسئولیت پذیری و حفاظت از محیط زیست گفتگو و تاکید شده است. روند توزیع گندم و کمک‌های نقدی برای عودت کنندگان بر اساس هدایت عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله به گونه رسمی در ولایت بغلان از سوی مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری آغاز شد. قرار است این روند در تمام ولایت‌های کشور تطبیق شود. و در اخیر در نتیجه برخورد دو قطار مسافربری در جنوب اسپانیا دست کم 21 تن کشته و 30 تن دیگر به شدت زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این رویداد روز گذشته یکشنبه 28 جدی در حال رخ داده که یک قطار مسافربری از مسیر خود خارج و بر قطار دیگری که از روبرو می آمدند برخورد کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس.